پوردو داوی و چای در او در پی صدمه فاجعه بار و پرقربانی در شهر کلاب با اشتراک ماشین باربری دولن، راننده آن ساکن 37 ساله ناحیه رودکی در جای حادثه جان باخته است. هنگام حرکت در شاهراه دوشنبه کلاب خاروخ از حدود ناحیه شمس‌الدین شاهین در درآمدگاه شهر کلاب بر اثر کارناشایمی ترمز و دیگر ماشین را اداره کرده نمیتواند و در نتیجه با سرعت بلند به ماشین‌های دیگر و خانه‌هایی که در قد راه بود جایگیر می‌شود برخورده است. اطلاع می‌دهد دفتر مطبوعاتی کمیته حالت‌های فوق‌العاده. با اطلاع منبع در این حادثه 10 نفر جان باخته، 13 نفر دیگر با جراحت‌های گوناگون در بیمارخانه بستری شدند. 2 نفر زخمیانی که بستری شدند زود به بیمارخانه خودداری کردند. 10 نفری که در این صدمه مدهش در کلاب جان باختند، 3 نفرشان ساکنان خانه‌های بودند که دولن برخورده است و 7 نفر دیگر راننده‌هایی میباشند که ماشین بارکش آنها را پخش کرده رفته است. در میان هلاک شدگان کودکان نیستند گفته خبر می‌دهد کمیته حالت‌های فوق‌العاده. هرچی هست از جانب خدا هست. این مصیبت است. تنها ما دعا میکنیم و خلاص. خداوند پس هر یک مصیبت حکمت دارد. بگذار خداوند به گذشتگان طریق رحمت شایسته جاند و به بیماران شفای کامل و شفای عاجل نصیب گرداند. برای همه انسان‌هایی که جان باختند دعا کنیم تا که خداوند متعال از گناهایش بگذرد و رحمت و مغفرت کند و انسان‌هایی که عین حال زنده هستند در بیمارخانه بستری هستند خداوند متعال شفای کامل و شفای عاجل نصیبشان گردد.